هیلتون یکی از مهمانخانه‌های بانفوذ و بزرگ دوشنبه از موقتا قطع شدن فعالیت خود خبر داد. این مهمانخانه 5 ستاره دار تصمیمش را با پنجشنبه کرونا ویروس در جهان، قطع شدن پروازها و کاهش مشتریان ربط داد. هیلتون اعلان نکرده است که فعالیت خود را دیگر باره کی سر میگیرد. قسمی از دیگر مهمانخانه‌ها با یک یا دو مهمان، آن هم از خارجیانی که در تاجیکستان درماندند، هنوز فعالیت دارند، اما با تعداد خیلی محدود کارمندان. مسئولین مهمانخانه سرنا هتل دیگر 5 ستاره دار در مرکز دوشنبه میگویند حالا آنها بر ضرر خود فعالیت دارند. Туризм – это самая первая отрасль, которая пострадала больше всего. سیاحت از بخش‌های اصلی است که بیشتر از همه ضرر دید. همه خط سیرها بسته شدند و مرز با کشورهای همسایه هم بسته است. سال گذشته در این موسم ما سر مهمان بودیم، ولی حالا انگشت شمارند. البته از نگاه مالی ما ضرر دیده ایستادیم، ولی به خاطر که کارا حفظ کنیم مهمانخانه کارا ادامه می‌دهد. این مهمانخانه اکثر کارمندانش را به رخصتی پولکی فرستاده است. مأموریت مهمانخانه میگویند آنها تمام چاره‌های ضروری را برای جلوگیری از کرونا ویروس راه اندازی کردند. با زیاد شدن سیاحان در تاجیکستان سالهای اخیر، مهمانخانه‌های تاجیکستان هم سرمشتری بودند. تهدید کرونا ویروس و پنجشنبه آن در جهان در برابر دیگر بخش‌های تجارت این مؤسسه‌ها را هم قریب از فعالیت باز ماند.